سلام تماشابینان عزیز، من خیرامان بقازاده نشر امروزه اخبار آزادی را تقدیم شما میکنم. امروز 13 سپتامبر است. توجه کنید به سرخط خبرها. پرزیدنت اوکراین امیدوار است که با کمک جامعه بین المللی تجاوزگران روس را از تمام کشور پر بیرون خواهد کرد. از آغاز ماه سپتامبر سربازان ما 6000 کیلومتر مربع خاک اوکراین را در شرق و جنوب آزاد کردند. جزئیات خودکشی زن 23 ساله در ناحیه رشت شوهر طلاق داد و کودک را گرفت. خانه پدری او را قبول نکرد. من تلفن کردم که اوچا بیای من برای گفتم که دختر جون ای خونه نبرو که طلاق نشوی. فیلم کارگردان زندانی تاجیک عبدالله غربتی درباره نورس عرابکش صاحب جایزه جشنواره بین المللی байқонур در قزاقستان شد. владимир зеленский رئیس جمهوری اوکراین از کشورهای غربی خواست به انتقال اسلحه برای نیروهای کشورش سرعت بخشند تا آنها قلمروهای بیشتری اوکراین را از دست نیروهای روسیه بازپس بگیرند. این دعوت در حال صدا داد که به گفته او از اول سپتامبر تا امروز نیروهای اوکراینی 6000 کیلومتر مربع قلمرو کشور خود را از دست نیروهای روسی پاک کرده. ارتش روس نزدیکتر به سرحد روسیه عقب نشینی میکند. آخرین تحولات در گزارش طاهری سفر. با عقب نشینی هزاران سرباز روس از شمال و شرق اوکراین، واحدهای مینچینی روز دوشنبه با پاکسازی روستاها از مواد ترکنده آغاز کردند. ویدیوهایی که رویترز به دست آورده است کاری آنها را نشان می‌دهد، هرچند واقعیت این نوارها را مستقلانه تصدیق کردن ناممکن است. رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی گفت از زمان آغاز عملیات جوابی در همین ماه نیروهای اوکراین هزاران کیلومتر مربع را از دست نیروهای روسیه بازپس گرفتند. از آغاز ماه سپتامبر سربازان ما 6000 کیلومتر مربع خاک اوکراین را در شرق و جنوب آزاد کردند و به پیش حرکت می‌کنند. عقب نشینی روسیه در شمال و شرق کشور از جمله از پایگاه اساسیش در روز شنبه یک شکستی سخت از زمان آغاز جنگ به حساب می رود، ولی نیروهای روسیه هنگام عقب نشینی با موشک به ایستگاه‌های برقی ضربه زده مردم را از نیروی برق محروم کردند. رئیس ولایت خارکوف گفت کمش 1 نفر کشته و چند تن دیگر مجروح شدند. مسکو حمله ها را شرح نداده است، ولی در گذشته می گفت که غیر نظامیان را هدف نمیگیرد. ولادیمیر زلنسکی از غرب خواست انتقال اسلحه را سرعت بخشند تا سربازان کشورش قلمروهای بیشتری اوکراین را از دست نیروهای روسیه بازپس بگیرند. دیروز و امروز ارتش روسیه به زیربنیادهای برقی اوکراین ضربه زد. صدها هزار اوکراینی‌ها بی نیروی برق و در تاریکی ماندند. بناها، شفاخانه و مکتب‌ها و زیربنیادهای کمونالی. امریکا و شریکانش با ارزش میلیاردها دلار به اوکراین اسلحه دادند که به گفته کیف برای مانع شدن به پیشروی نیروهای روسیه کمک کرد. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه امریکا گفت نیروهای اوکراین با مدد غرب پیشرفت‌های چشمگیری کردند. آنچه آنها انجام دادند نتیجه برنامه‌ریزی روشمندانه بود. البته از کمک چشمگیری امریکا و کشورهای زیادی دیگر بهره بردند که می‌کوشند اوکراین تجهیزات لازم برای عملیات جوابی را داشته باشد. روسیه از آغاز جنگ در اوکراین در ماه فوریه تقریباً 5/1 خاک این کشور را اشغال کرده است. مسکو این جنگ را عملیات مخصوص برای غیر نظامی کردن و پاکسازی آن از فاشیستان مینامد. طوری همکاران هم خبر دادند اوکراین در جنگ با روسیه پیشرفت دارد و امیدوار است که نیروی تجاوزگر روسیه را از تمام قلمروهای این کشور بیرون خواهد کرد. یک تحقیقات بخش‌های تاجیکی و قرغیزی رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی معلوم کرده است که روسیه صدها نظامیش را از تاجیکستان و قرغیزستان به جنگ اوکراین برده است. روسیه در این دو کشور آسیای مرکزی پایگاه نظامی دارد. همکارم مومین احمدی با نتیجه تحقیقات شناس شد و حالا در استودیو با ما. سلام مومین، آمار دقیقی هست که روسیه چقدر سرباز و افسرش را از تاجیکستان و قرغیزستان به جنگ ضد اوکراین برده است و سفربری آنها از کی آغاز شد؟ سلام بینندگان عزیز. بله، دو تحقیق جداگانه بخش تاجیکی و قرغیزی معلوم کرده است که پس از آغاز جنگ روسیه با اوکراین سفربری نظامیان روس از این دو کشور آغاز شده است.
خبرنگاران رادیو آزادی با کارمندان پایگاه و افرادی نزدیک به آنها صحبت کردند. طبق گفته آنها از تاجیکستان تقریبا از 1000 تا 1500 سرباز و افسر پایگاه 201 روسیه به جنگ اوکراین برده شدند. روسیه در شهر باختر ولایت ختلان و شهر دوشنبه پایتخت کشور پایگاه دارد. در گذشته شماره نظامیان پایگاه 201 روسیه حدود 6-7 هزار گفته می شد. مسئولان پایگاه نظامی روسیه این را شرح ندادند. در قرقیزستان هم به نوشته همکاران ما عینی چنین چیز مشاهده شده است. در پایگاه هوایی روسیه در کنت ساکنان پیش از آغاز جنگ از 300 تا 500 نظامی را مشاهده کردند که در خیمه ها میزیستند. حالا خیمه های آنها کنده شده است و همصحبتان بخش قرقیزی رادیو آزادی گفتند که آنها به جنگ به روسیه رفتند. اکثر نظامیان روسیگی که در قرقیزستان بودند ساکنان جمهوری توبه روسیه می باشند. بخش قرقیزی رادیو آزادی اسمی چند نفر آنها را نیز پیدا کرده است که در جنگ با اوکراین کشته شدند. مومین، نظامیان روس پیوسته در تاجیکستان مشق‌های مشترک انجام می‌دهند. آیا پس از جنگ روسیه با اوکراین در تاجیکستان چنین مشق‌ها انجام شده‌اند؟ خیرامان، پایگاه روسیه که تا سال 2042 حضورش در تاجیکستان تمدید شده است، دلیل بودنش در این کشور را تامین امنیت منطقه می‌داند. با آغاز جنگ در اوکراین که اینک نیم سال می‌گذرد، با شرکت نیروهای روسیه در تاجیکستان تا حال یگان مشق مشترک نظامی انجام نیافته است. این در حالی است که سال 2021 روسیه و همپیمان‌هایش از سازمان پیمان امنیت دست جمعی در تاجیکستان یک سلسله مشق‌های نظامی برپا کرده بودند. مقامات رسمی تاجیکستان در مورد برگزاری تمرین‌های نظامی در ماه‌های نزدیک شرح نمی‌دهند، ولی یک نماینده پایگاه 201 روسیه در دوشنبه گفت ماه اکتبر در تاجیکستان با شرکت نیروهای این کشور تمرین‌های نظامی برگزار خواهد شد، ولی حالا معلوم نیست که آن انجام می شود یا نه. اگر چنین مشق‌های نظامی برگزار شوند، این نخستین تمرین‌های نیروهای روسیه در تاجیکستان پس از آغاز حمله به خاک اوکراین است. در تحقیقات رادیو آزادی خیرامان در این باره به تفصیل گفته شده است و من از بینندگان دعوت می‌کنم که متن پوره تحقیقات را در سامانه رادیو آزادی بخوانند. تشکر مومین. بینندگان ارجمند، تحقیقات بخش‌های تاجیکی و قرقیزی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی درباره شرکت سربازان پایگاه‌های خارجی روسیه در جنگ‌های اوکراین را در شکل مفصل در سامانه رادیوی آزادی بخوانید. برنامه را با گزارش از ناحیه رشت ادامه می‌دهیم. خودکشی یک زن جوان در ناحیه رشت ساکنان این منطقه را حیرت زده کرد. مهینه خال احمد یک ماه پیش خود را به دریا پرتافت و جسدش را 20 روز پس پیدا کردند. پیوندان شوهرش میگویند او بعد طلاق گرفتن دست به خودکشی زده است. مادر مهینه میگوید خویشاوندان شوهرش او را اذیت دادند. خبرنگاران رادیوی آزادی ضمن سفر به منطقه رشت این موضوع را پیگیری کردند. یک ماه است که این منزل ماتمخانه است. این زن در یک روز از 3 عزیز خود جدا شد. کلینش خود را به دریا پرتافت، پسرش را بازداشت کردند و نبیره را هم بردند. میگوید صبح آن روز شوم پسرش گفته است که همسرش را طلاق داد. اومدم که کلین اینجا رفته است. این با خونه کلینه بچه در آسیا. هر مانم جور شده اومدم. بچه گفتم چی در شما کردن؟ من برام بچه را گفتم. احمق گفتم من بروز سیاه لوبی کردیم کارچکا کردیم بچه آباد کردیم چی احمقیت میکنی؟ همینجا اومدم که کلین در کلین خوبیده است در میسا که برای اکن نمیدونم که بچه خاطر اونجا رفته باشم. بعد اومدم تا کودک بچه مایدست کلین گیرید. من گفتم نمیگیریم بچه جو. من در حالت پسر تقبل میکنم که مثال مادرش قطیش باشم. من دستم شکستگی، عمرم رفتگی. من چه خیلی نگاه میکنم. با گفته این زن بعد طلاق گرفتن کلینش چیزهای خود را جمع کرده میخواست به خانه پدرش رود، ولی خبر میآورند که مهینه خود را به دریا پرتافت. 20 مینوت تخمینا شیشتم اونجا. بعد کلینم گفتم که من روام کو چه خیلی چی گفتی کو خدا اومد بچه‌ش کرد. همین درد بر اومدیم همین درد من بیرون اومدم کلین تو هول نبر اومد که رئیس محله خاک میروزی میگن آهم سو بنا گردز اومده همه توهی منو داشت نودا بعد همجا استون گفتم این چی میگفت همه وقت یابد کودک همین صداویده اومد زن یک ستون خشت او پارتو
من نزده کنده نمیدونم کودک کی گرفت چی شد. روز 4 آگوست یک زن جوان خود را از بالای این پل به دریای سارباغ پرتافته به هلاکت رسید. جسد او را 20 روز بعد چند دهه پایانتر پیدا کردند. مدینه خالاحمد ساکن دهه خوجعلی ناحیه رشت بود. فعلا شوهرش را با گمان به خودکشی رساندن او بازداشت کردند. خودکشی مهینه خالاحمد در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های زیاد را به میان آورد. برخی ها نوشتند گویا بعد طلاق گرفتن پدری مهینه راضی نشد که او را از خانه شوهر آورد. نظری که مادری مهینه رد می‌کند و میگوید شوهرش از قضیه خبر نداشت. وقتی خونه بیرونش کرده بودن دختر ما کودک گرفتن دختر ما خونه بیرون کرد کودک مینا دختر مینا رو خونده من تلفن کردم که اوچا بیای من برای گفتم که دختر جون ای خونه نبرو که طلاق نشوی به خاطری که تو کودک 4 ماهه دختر داری بود کودک در دست داری به خاطر عثمان گفتم او عثمان گرفتن گفتم حقوق ندونه که عثمان بگیرن برای که تو کودک داری خونه حقیقت میشود. مهینه خالاحمد همگی 23 سال داشت و 2 سال پیش عروس این خانه شد. مرحوم یک فرزند داشت و منتظر به دنیا آمدن طفل دومش بود. خوشدامن ادعا دارد که کلینش فعل یکروی داشت و پسرش را طعنه می‌کرد. مادر مهینه برعکس خوشدامن و داماد را به اذیت دخترش گناهکار می‌کند. فعلا حادثه را دادستانی تحقیق دارد و سلطان نظرزاده شوهر مهینه خالاحمد با اتهام به خودکشی رساندن همسرش بازداشت شده است. مادرش به بیگناهی سلطان نظرزاده پایفشاری دارد اما جانب دیگر طلب دارد که دامادشان جزای سخت گیرد. سال 2021 وزارت کارهای داخلی تاجیکستان 518 حادثه خودکشی و قصد خودکشی را ثبت کرده است که نصف آنها زنان بودند. مولا رجب یوسفی، فرزان محمدی، آزادی، منطقه رشت. بینندگان محترم، حالا توجه کنید به یک آگهی مهم. بیننده گرامی، ساعت پخش برنامه‌های تلویزیونی رادیو آزادی از روز 1 اکتبر تغییر می‌یابد. از آن روز به بعد پخش مستقیم برنامه اخباری آزادی ساعت 19 و یا 7 شام به وقت دوشنبه و ساعت 17 به وقت مسکو آغاز می‌یابد. لطفاً یادداشت کنید و به دوستانتان هم برسانید و با رادیو آزادی بمانید. فیلم روزنامه‌نگار 25 ساله تاجیک عبدالله غربتی که 3 ماه اینجانب با اتهام بحث برانگیز در بازداشت قرار دارد، در جشنواره بین‌المللی فیلم‌های خردحجم سینمای بایقانور بهترین فیلم در بخش فیلم‌های حجتی نامیده شد. فیلم غربتی سرگذشت‌های تلخ عبدالرحمن نورس 13 ساله تاجیک را بازگو می‌کند که در شرایط سنگین اجتماعی به جای مکتب روی مجبور است عرابه کشی کند. انور کنجباев، پرزیدنت جشنواره سینمای بایقانور، در یک صحبتش با رادیو آزادی به هنر غربتی بهای بلند داد. من میخواهم ساکنان تاجیکستان را با پیروزی فیلمی از حد کلان هموطنتان عبدالله غربتی تبریک کنم. این فیلمی بسیار صمیمی و یک فیلم واقعی است. هیئت داوران بسیار میخواستند با آن جایزه دهند و مکافات را در بخش بهترین فیلمی حجتی تقدیم کردند. من به سینمای تاجیکستان تمنای پیشرفتی بیشتر میکنم تا که فیلم های جالبتر ایجاد شوند و این فیلم هم جایزه های زیادی بین المللی بگیرد. جایزه را در نبودن عبدالله غربتی، یک نماینده هیئت ایجادی فیلم از تاجیکستان گرفته است، ولی معلوم نیست که خود غربتی که از 15 ایون با اتهام حمله به کارمند پلیس و همکاری با سازمان‌های ممنوع در بازداشت است، درباره برنده جایزه جشنواره بایقانور شدنش خبر دارد یا نه. در دوام مدت بازداشتش او توسط خویشاوندان گفته است که هیچ یک اتهام مقامات را قبول ندارد. حبس او و چند ژورنالیست و بلاگر دیگری تاجیک در 4 ماه آخر محکومیت جامعه جهانی را به بار آورد. و اخبار بیشتر از این را در سامانه آزادی و شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، ادناکلاسنیکی و توییتر پیدا کنید.